اگر میخواین دستگاه دست دوم بگیرید و نمیدونید به چیا باید دقت کنید، تو این ویدیو با من همراه باشین. میخوام بهتون یاد بدم چجوری دستگاه رو تست کنید. سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. اولین موردی که توی خرید دستگاه کارکرده باید بهش دقت کنیم بررسی بدنه و وضعیت ظاهریش هستش. باید بدنه دستگاه رو چک کنیم ببینیم زنگ زدگی، خط خوردگی چیزی داره یا نه. دومین مورد بررسی پورتافیلتر هستش که گویای خیلی از چیزا هستش. اگه به این دوتا پورتافیلتر دقت کنین، یکی از پورتافیلترها لبه هاش سالمه، یکی دیگه خورده شده. مورد بعدی خط خوردگی، ضربه هایی که روی پورتافیلتر هست و اون یکی پورتافیلتر که سالمه. این نشونه اینه که این پورتافیلتر زیاد ازش استفاده شده و دستگاه خیلی کار کرده. تو مرحله بعدی دستگاه رو روشن میکنیم. دستگاه شروع میکنه به آبگیری اولیه. همونطور که میبینید دستگاه نباید صدای پمپ، صدای زوزه داشته باشه و خشن کار کنه. مورد بعدی دستگاه شروع میکنه به بالا اومدن. یه تایم من حدوداً 15 دقیقه تا 20 دقیقه طول میکشه تا دستگاه بیاد بالا. این بستگی به توان المنت داره و حجم بویلر شما. مورد بعدی که باید تست کنیم برای دستگاه اتوماتیک، باید تک تک کلیدها چک بشن. علاوه بر کار کردن باید برنامه هم بگیرن. مثلا برای این دستگاه کلید منوال رو نگه می‌داریم. دستگاه وارد ستینگ میشه. 1001 1002 1003. حالا چک میکنیم ببینیم برنامه داخل بردش ذخیره شده یا نه. 1001 1002 1003. برای دستگاه نیمه اتوماتیک فقط باید چک کنیم که کلید منوال ما کار میکنه یا نه. مورد بعدی که باید تست کنیم استیموند دستگاه هستش. استیموند رو باز میکنیم، میچرخونیم. از این قسمت بخار آب و آب نباید خارج بشه. این نشون میده که واشر استیموند ما سالم هستش. مورد بعدی که باید با هم چک کنیم تست واشرهای دستگاه اسپرسو هستش که یه پورتافیلتر برمی‌داریم، بلاین بسکت روش میندازیم، رو بس میکنیم، کیل منوال رو میزنیم و قطع میکنیم. از این قسمت و دور واشرها نباید آبی خارج بشه. این نشون میده که واشرهای دستگاه سالم و نو هستش. مورد بعدی که باید چک کنیم رنگ آب دستگاه اسپرسو هستش. آبی که از قسمت هید گروپ وارد پیچر ما میشه اگر چک کنیم، کاملا تمیز هستش. باید رنگ آبی که از قسمت آب جوش دستگاه هم میگیریم چک کنیم. آبی که از قسمت آب جوش وارد پیچر ما شده اگر کثیف باشه یکی از نشونه‌های خرابی المنت هستش. مورد بعدی که باید چک کنین آبگیری خودکار دستگاه اسپرسو هستش. یه پراپ آبگیری، یه سری دستگاه کنار هستش، یه سری دستگاه روی بویلر. شروع به آبگیری می‌کنیم. پراپ اگه وصل کنیم بعد آبگیری دستگاه قطع بشه. از موارد دیگه‌ای که باید چک کنیم باید ببینیم روی بویلر دستگاه رسوب مثل این قسمت داره یا نه و جای جوش روی بویلر هست یا نه. اگر جای جوش داشته باشه یعنی بویلر قبلا سوراخ شده. و روی بویلر اکثر دستگاه و رو بردشون یه پلاک میخوره که سال ساخت دستگاه رو مینویسه. اون پلاک ها و پلاکی که زیر سینی دستگاه رو یا سینی جلوی دستگاه میخوره باید با هم سال ساخت یکجوری داشته باشن. و در آخر باید چند تا سوال از فروشنده بپرسیم که آخرین سرویس دوره دستگاه اسپرسو کی بوده یا قطعاتی از دستگاه اسپرسو تعمیر یا تعویض شدن یا نه. مثلا اگر المنت اورجینال دستگاه رو برداریم و المنت ایرانی بندازیم قیمت دستگاه اسپرسو کاهش پیدا میکنه، یا به جای برد اورجینال برد ایرانی بندازیم باز اختلاف چند ده میلیونی تو دستگاه اسپرسو ایجاد میکنه. پس بهتره که دستگاهتون از جایی خرید کنید که خدمات و گارانتی مناسبی به شما میده.
اگر قصد خرید دستگاه اسپرسو کارکرده رو دارین با شماره‌ای که تو کپشن نوشته شده تماس بگیرید تا به شما مشاوره بدیم.